مثل مواری از پابجی یک نوآوری کنین. 22500 افغانی مصرف کردم و تا 3000 متر یا 3 کیلومتر مسافت را توسط ریموت کنترل ما میتونیم کنترلش کنیم. کامرایی که داره تا جایی که اینترنت کار بده، سیم کارت کار بده، این کنترل کردن شما میتونیم. لیزرش چی کار میکنه؟ توسط موبلاین سوخته روشن میشه. از موبلاین سوخته استفاده میشه که از این بخاری هم در حساب دیگ و دیگدان استفاده میشه. خنثی‌سازی و انتقال منهای مختلف داره. همینطور که میدانیم منها انواع و اقسام مختلفی داره. بعد همچنین شما هم میواله میتونید که قد خوب و وزن خود معلوم کنید. تو باش که ما ببینم بیننده عزیز که چطور گپ. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا. سلام بیننده های عزیز، خسته نباشید. با گزارش امروز شما را خوش آمدید میگم. اینک باز هم نعمت الله مبارک هستم از چنل یوتیوب کابل نو در خدمت شما عزیزان هستم. با گزارش دوم شما را خوش آمدید میگم در نمایشگاه اداری و مسلکی که در این نمایشگاه اسلحه های جنگی تنها نه بلکه موترها هم ساخته شده است، لوازم های برقی هم ساخته شده است و تجهیزاتی که از نور آفتاب یا انرژی میگیرن هم ساخته شده. شما هم از ما تصویر داشته باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب را فراموش نکنید و نظریات نیکتان را میتونید در کامنت چنل یوتیوب کابل نو بنویسید. سلام بر شما. سلام علیکم. خوب هستین برادر؟ شکر است. اسم شما؟ اسم من محب الله عرفان هستم. محب جان باشنده کجا؟ باشنده مزار هستم اصلا. از مزارش. و یک نمایندگی بخاریاب بشیم هستم. از چی ساختین؟ خب این بخاری‌ها که از طرح یکی از جوانای وطن خود ما از شهر کابل در نام گلرحیم استاد است که طرح رزمی آدم است توسط موبلاین سوخته روشن میشه. از موبلاین سوخته استفاده میشه که از این بخاری هم در حساب دیگ و دیگدان استفاده میشه. چای جوش کس جوش میکنه، چای خود جوش میکنه و یا در خانه به خاطر گرما خانه استفاده میکنه. از بخاری ها استفاده میشه. قیمت های اینا چند است؟ قیمت های منقله است تقریبا 2500 افغانی است. قیمت فروشش که این بخاری ها 3000 است. اون کسایی که باز نیازمند از ندارن باز گلرحیم استاد یک آدم خیرخواسته، همکاری را همراهش میکنه، مراعاتشان میکنه. خب دینی موبلاین سوخته می؟ بله در داخل از این موبلاین سوخته است. حالا این جایی که استاد است بسیار گرم آمد. خب استاد تشکر، سلامت باش، موفق باش. پایم هر گفتنی دارین، کامرا در خدمت. بخیر سلامت باشین. تشکر از شما که آمدین احوال ما را میگیرین. این دیگه یک چیزی ساخت وطن است و پیام ما بر مردم هم میسته که از ساخت چیزهای وطن خود استفاده کنه در هر بخشی که باشه. اون یک چیز بسیار کم مصرف است. اون 1 لیتر موبلاین تقریبا در 4-5 سال استفاده میشه. این موبلاین سوخته است که یک چیز بی ارزش است، مردم قدر استفاده هم نمیکنه، بیکاره میباشه. اون استاد نایت یک زحمت کشیده که مردم در این بخش یک سهولت هم ایجاد شده و یک از اینکه زمستان میاد چوب سوخت قیمت میباشه، زغال قیمت میباشه. اون کسایی که بی وضاحت است میشه که از این بخاری استفاده کنه، هم در گرمای خانهش و هم در دیگ و دیگدان و در چای جوش کردنش در کل گپ این کار میده. اون پیام ما برای مردم هم میسته که از تولیدات وطنی استفاده کنن و یک چیزی هست که اگر کم مصرف است از مغازین‌های گزاف جلوگیری میشه. تمام نمایشگاه هم شما گرم ساخته. بخیر سلامت. تشکر، موفق باشید.
سلام بر شما. سلام علیکم. خوب هستین؟ تشکر. سلامت. اسم شما؟ سید اکرام هاشمی، استاد انستیتوت تکنیکی پروان. استاد محترم، امروز چی ساختی برای مردم؟ ما یک مدل هستی، یک موتور تندرا ساختیم در جریان کارهای عملی تدریس درس ما. دیگه این موتور 22500 افغانی مصرف خورده و تا 3000 متر یا 3 کیلومتر مسافت را توسط ریموت کنترل ما میتونیم کنترلش کنیم و این موتور مصرف تیل نداره، توسط برق یا سولر کار میکنه و همچنان ما در اینجا دو بوده در نظر گرفتیم که یکی اقتصاده که تیل نمیخوره و همچنان محیط زیسته که شارع آلوده نسازه. وزن ازی چقدره؟ وزن ازی 45 کیلو. 45 کیلو. خب این حرکت میکنه؟ حرکت پیش هم میکنه، حرکت عقب هم میکنه و همچنان چپ راست هم کار حرکت. تو برو استاد یک حرکتش خوب ریموت کنترلش اینی شب توسط ازگار خراب شده. آره. اینجا ما به خاطر سرعتش از 0 تا 40 کار میکنه. این نظر توسط ریموت کنترل هم بریک جام داره، هم موجام بریک داره. ما هم بریک در داخلش توسط راننده میتونه که اگر ریموت کنترل در یگام جای جیمر روشن باشه، یگام سیگنال نته و میتونیم که توسط ریموت کنترل و کار نکرد خود نفر کار. تشکر از شما استاد، موفق باشین. پیام رو گفتنی دارن، کامرا در خدمت. سلامت بخیر باشید. پیام خاصی ندارم. خب پیام اینمی است که جوانان در عرصه تعلیمات تکنیکی و مسلکی توجه بیشتر داشته باشند که تا کشور از این بحران برآید و کشورهای صنعتی مثل آلمان و دبی و چین یا کس ما رفتیم در ورکشاپ ها دیدن کردیم، اونجا کلش موتورهای برقی هستن. از موتورهای سیستم دیزلی و پترولی فعلا در سال 2025 بیخی ختم است. بعد کلش برقی باشه. تشکر از شما. سلامت بخیر باشید. بیننده عزیز، شما هم تصویر از این تندرا داشته باشید. بیننده عزیز، قسمی که شما در تصویر تماشا دارید و در دست ما AWM است، درست است؟ سلام. سلام، خوب هستین؟ بخیر. شکر است. اسم شما؟ حمیدالله حیدری هستم از ولایت میدان وردک ولسوالی جلریز. خب حمید جان، تو باش امیر در جشبانی. خب حمید جان، باشنده کجا؟ ولایت میدان وردک ولسوالی جلریز. چند مدت میشه که سرزی AWM؟ این تفنگ است AWM، از AWM کپی برداری شده که در ابتدا اول اینی تفنگ جور کردیم که مرمی 24 امریکایی را میخوره یا M49 4000 متر برد داره، تا 100 متر هدف دقیق میزنه و اگر بتانیم که دوربین از را چنج کنیم تغییر بدیم اورجینال باشه، میتونیم تا 1200 1300 متر هدفگیری از را دقیق کنیم. و ایام که است همچنین تفنگ دوم است که تقریبا یک ماه وقت برده ساختنش، یک هفته وقت برده، اما مشکلاتی که دایی به وجود آمده بود مشکلاتش برطرف در یک ماه برطرف کردیم. و ای که است ایام با همون شکل ساخت دوم است که شاجور هم داره، مرمی کلاشینکوف میخوره، در این قسمت از این بالا پر میشه، افتا مرمی جای میشه، به شکل نیمه اتوماتیک 800 متر هدف دقیق میزنه، تا 3000 متر برد داره. نشانزنازی استفاده؟ نشانزنازی استفاده میکنه، بله 100%. تشکر از شما. پیام هر گفتنی دارن، کامرا در خدمت. تشکر. گفتنی ما پیام ما به جوانای نمیسته که همه چیز ممکن است، هیچی ناممکن نیست. ما هم میتونیم مثل ما از پابجی یک نوآوری کنیم. این خودم ما در پابجی خوشم می آمد، دیده بودم، از روی اونمو کپی برداری کردیم، دیدیم، ساختیم. موفق باشین، سلامت باشین. بیننده های عزیز، ساخت دست هراتی های ما که لیزری است، تانک لیزری. موضوعاتش برادر بزرگ ما بر ما میگن. سلام. سلام، به نام یاد خدا. عتیق هستم از ولایت هرات، انستیتوت بخش تعلیم تکنیکی. عتیق جان، امروز چی ساختی بر ما بگو؟ یک تانک لیزریه که تا جای ساخته نشده، جای نمایش نشده، 20 کیلومتر برد لیزر داره، از کمره که داره تا جایی که اینترنت کار بده، سیم کارت کار بده، این کنترل کرده شما میتونیم. این لیزرش چی کار میکنه؟ لیزر از به جای مرمی لیزر استفاده شده که جا در جا تخریب میکنه.
لیزر خودش تخریب میکنه؟ لیزر خودش تخریب میکنه. بله. لیزرش خطرناک؟ لیزر 100%. از چه چیزهایی را ساختی؟ این چیزایی که کلا به ضایعاتی پیدا میشه، از زنجیر سکل، از زنجیر تایمینگ موتور، گرری تایمینگ موتور، از موتورک که شیشه موتور تا بالا میکنه، از پشت پمپ او، از لولای او، این چیزایی که به هر ضایعاتی هست. در چند مدتی را ساختی؟ این 10 روز طول کشید. چند روزه؟ 10 روز طول کشید تا تمام شد. نام خدا. خب موفق کامگار باشین. پیام هر گفتنی دارین، کامرا در خدمت. سلامتی شما. تشکر. گفتن خواستین دیگه کلا بس به سر این برمیگرده که دولت این چیزا رو باید حمایت بکنه. کلا نه که بخش ما، کلا بخش تکنیک، بخش صنعتی، بخش طبی، بخش تمام بخشا که هست اینا رو دیدن کنه، هر کدومی که به کشور به درد میخوره حمایت بکنه. تشکر از شما. وقت خوش. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. خوب هستین؟ الحمدلله سلامت باشیم. خسته نباشید. اسم شما؟ سلامت باشیم. سید محمد توفیق طیبی هستم از انستیتوت تکنیک ولایت هرات. سید محمد رفیق. توفیق جان، امروز چی آوردید در این نمایشگاه؟ امروز به این نمایشگاه سیروم وارمر و متر تمام اتوماتیک آوردیم. متر خواهل میم سرزی با سرزی میم ای چی کاره میکنه؟ متر تمام اتوماتیک قد وزن کمبود و وزن زیاد بودن و وزن نشون میده که در بخش شفاخانه، در بخش اطفال و صورت غذایی استفاده میشه از این. و همچنین شما هم میاله میتونید که قد و وزن خود معلوم کنید. تو باش که ما ببینم بیننده عزیز که چطور گپ وزن شما 61 کیلوه و قد شما 1 متر و 70 تا. خب چطور است حال نظر بر ما بده؟ بد نیه، چون اگر صورت غذایی می‌بینیم نظر به وزن یا قد حتما BMI دستگاه ما نشان میدادی. مرا صورت غذایی نگو یاده؟ نه ان شاء اگر دستگاه گفته باشه پس صحیح دیگه. از چند کیلو به پایان صورت غذایی است؟ تقریبا از نظر به قد و وزن گرفته میشه. رسیدیم فرق میکنه صورت غذایی. مثلا نفر است 80 1 متر و 80 تا قدش است، به 35 یا 50 کیلو وزنه، او صورت غذایی گفته میشه. یا مثلا 70 قدنه یا 1 متر و 30 قدنه، وزنش 80 90 کیلو یا 100 کیلو است، او صورت غذایی گفته میشه. این سیروم نام داره؟ بله، دستگاه سیروم وارمر هست که برای گرم کردن سیروم های خونی و سیروم های تزریقی استفاده میشه که به علت کمبود از در شفاخانه یا نبودن از وقت شما بریم خون مسته باشیم یا سیروم، باید سیروم لای بغل خود بگیریم و بین جوش بندازیم که با بودن در شفاخانه دیگه نیاز به وضو نیه. و علتی که اینه که قیمت از بسیار بالا و از خارج نمیتونم وارد کنم. بله. قیمت زی پاس چند؟ ما میتونیم به قیمت نازل در کل افغانستان به فرم بسیار زیباتری بسازیم و به کل افغانستان ارائه بدیم که قیمت حدود 30,000 در میه. با اندازه های مختلف داره، با سایز های مختلف داره که بازو قیمت داره. تشکر از شما. موفق باشید. پیام هر گفتنی دارین، کامرا در خدمت. تشکر از امارات اسلامی که این نمایشگاه به راه انداختن و از ما حمایت کردن و البته امیدوارم که در بخش قطعات الکتریکی و بازارهای قطعات الکتریکی بیشتر کار بشه، چون ما در ساخت پروژه خود در نبود قطعات خیلی رنج کشیدیم. واقعا حتی مجبور شدیم از دیگه کشورها بخوایم بعضی قطعات، یک قطعه خیلی کوچک ارزش نداشت ولی در افغانستان پیدا نمیشه. موفق باشید. سلامت. سلام عرض ادب خدمت شما. خوب هستین؟ خوب هستین؟ شکر الحمدلله. اسم شما؟ عبدالتواب جمشیدی هستم، یک تن از شاگردان انستیتوت تکنیک ولایت هرات. اسم شما چی؟ عبدالتواب. تواب جان، باشنده هرات. تشکر. امروز چی ساختین؟ یک از یک ربات الکترونیکی مین پای که از راه دور کنترل میشه و قابلیت خونساسازی و انتقال مین های مختلف داره. همینطور که میدانیم مین ها انواع و اقسام مختلف داره. بعضی از مین ها قابلیت خونساسازی داره و بعضی از مین ها مثل مین های فشاری قابلیت خونساسازی نداره. و این توسط از این ربات ما میتونیم اون مین هایی که قابلیت خونسا داره توسط گریپیر قچی اون خونسا کنه و اون مین هایی که قابلیت خونسا شدن نداره اونها رو از یک جا به جای دیگه انتقال میدیم تا اینکه به همون
سایه به مردم یا شخصی که مین پاکی هست کدام صدمه جسمی وارد نکنه. خب تواب جان در چند مدتی را ساختی؟ ایر ما به مدت 2 ماه ساختیم توسط گروه تیمیای عزیز خود که 9 نفر هستیم و از قطعات ازی اگه به شما بگون شاید باور شما نشه بخندیم. متاسفانه ما در افغانستان کدام قطعات الکترونیکی یا مکانیک استانداردی نداریم که بگردیم. این در قسمت موتورها وقت بخش انتقال از ما از بارفکوباکن موتور مازدا ساختیم. تا این بازوی از موتورهای شیشه بالا کن ساختیم. دیگه لوازم داخل از اشواف تا کله رو دیگه نمیدونم از زنجیر 3 کیلو اگریری 3 کیلو هر قطعی که فقط میتونستیم از یک استفاده بکنیم جمع آوری کردیم بالاخره تا ایر بساختیم. نظر مهمه. نظر خیلی مهم است. تشکر. موفق باشین. فهم هر گفتنی دارن کاملا در پیام خاصی ندارم این که تمام خواهران و برادران ما همه دست به دست هم بدیم تا در پیشرفت و ارتقای تکنولوژی کشور خود کمک کنیم تا که از کاروان پیشرفت تکنولوژی کشورهای جهان عقب نمانه. ان شاء الله موفق باشین.